درود بر شما هموطنان گرامی. من سالها پیش یه ویدیو ساختم راجع به جنبش کروات و عکس العمل زیادی در موردش نگرفتم. ببین، تا اونجایی که میدونم 95% مردم بر علیه این رژیمه و اگر شما هنوز میترسی کروات بزنی که خودش یک نشانه ای از اعتراض به این رژیم هست و بیای از خونه بیرون، دن حقته، بکش. تو آزادی به درد تو نمیخوره، تو مستقل نیستی، تو وحشت داری. عزیز من، شما چاره ای ندارید. کروات یکی از خصوصیات مدرنیزه است. یکی از خصوصیات غربی ها هست که اینا معتقدن که مردم متمدن باید وقتی از خونه میان بیرون یا در محیط کار یا در محیط بیزنس باید نشون بدن پروفشنالن و این یکی از نمونه هاشه. و شما چرا نمیخوای با کروات بیای بیرون که نشون بدی تو متحجر نیستی، تو مدرنی و میخوایی با دنیا پیش بری؟ اعتراض اصلی شما اگر هنوزم معتقدی که باید خودتو نشون بدی و در اعتراضات شرکت کنید، همتون از فردا صبح با کروات بیاید بیرون. جنبش کروات میتونه کل کشور ایران را نجات بده. باورت نمیشه؟ بعضی وقتا یه چیز ساده‌ای مردم ها متحد میکنه. اگر شما وحشت داری که مشخص کنی خودت که بر علیه رژیم هستی، دیگه فایده ای نداره. باید نشون بدی که شما بر علیه این رژیمی و وقتی تعداد زیاد بشه بقیه مردمم به جنبش شما میپیوندن و سرانجام این رژیم باید به دست مردم ایران ساقط بشه. هیچ راه دیگه ای نیست. این مردم ایرانن که باید این رژیم را ساقط کنن و این جنبش کروات یکی از اوناست که مردم ها متحد کنه. شما اگر شروع کنی از خودت، از هیچ کس هم نترسی، به هیچ کس هم توجه نکنی، فقط نشون بدی که شما بر علیه رژیمی و از این طریق بقیه هم به شما نگاه کنن و سرانجام این رژیم ساقط خواهد شد. درود بر شما. بدرود.